بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه. چیست این دلشوره های بیکران؟ چیست این دلشوره های بیکران؟ پشت کاشی های سبز جمکران. چیست این دلشوره های بیکران؟ پشت کاشی های سبز جمکران. کشتی امید در گل تا به کی؟ بانگ اللهم عجل تا به کی؟ تا به کی از داغ هجران تو صبر؟ جلوه کن ای آفتاب پشت ابر. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. مردم سلام، خانم ها آقایان محترم سلام. هم نفسای یاد خدا، الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین، شب شما به خیر باشه. خیلی ها طبق قرار قبلی خودشون رسوندن به این مکان مقدس، میعادگاه عاشقان و منتظران حضرت مهدی ارواحنا له الفدا. توفیق رفیق برنامه یاد خدا هم شد. امشب هم به دعای شما ما در این مکان مقدس هستیم و مقابل چشمان زلال و مشتاق و مهربان و منتظر شما. خیلی ممنونم که دل میدید به برنامه خودتون و گفتگوی حقیر و حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حائری پور عزیز رو همراهی میفرمایید. آقا سلام، خیر مقدم. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت عزیزان بیننده هم عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که در این شب نورانی هم بتوانیم بحث مفیدی رو در محضر عزیزان داشته باشیم. زنده باشید، مخلص شما هستیم. دو شب گذشته استفاده کردیم از مطالب ارزشمندتون. بحث کلی ما درباره جامعه مهدوی است، همونطور که خاطر شریفتون هست که همون جامعه آرمانی و وعده داده شده همه پیامبران و اولیا از جمله نبی مکرم اسلام حضرت خاتم الانبیا هم هست. حاج آقا بسم الله، از هر جا سلام می‌دونید شروع بفرمایید. یه روایتی رو من در ادامه بحثی که داشتیم خدمت عزیزان تقدیم میکنم. روایت خیلی زیبایی است که مطالبی رو که ما درباره اینکه امام زمان علیه السلام میان برای اینکه در واقع مردم رو از یک جهل مدرنی که گرفتار شدن نجات بدن، این تو روایت آمده که عرض می شود که یکی از اصحاب امام صادق میگه که من از آقا این نکته رو شنیدم که فرمود قیام کننده ما وقتی قیام می کند استقبل من جهل الناس اشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلیه. حضرت صادق فرمود وقتی که امام 12 قیام می کند مواجه می شود با جهلی از سوی مردمان شدیدتر از اون جهلی که رسول خدا با آن مواجه شده بود. بعد حضرت فرمود، راوی تعجب کرد، گفت که مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی با گذر این همه زمان این پیشرفت ها بالاخره بشر این همه تجربه کسب میکنه، چطور چنین چیزی ممکنه؟ حضرت توضیح دادن، فرمودن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتى الناس و هم یعبدون الحجاره و الصخور و العیدان و الخشب المنحوته. پیغمبر که ظهور کردن جهل مردم این بود که سنگ و چوب رو میپرستیدن، اونها رو پرستش میکردن. اما وقتی قیام کننده ما قیام میکند اتى الناس و کلهم یتأول علیه کتاب الله یحتج علیه به. وقتی که امام زمان میاد، حالا اونایی که ادعای دانش دارن، ادعای دانایی دارن، در مقابل حضرت می ایستن، با آیات خدا بر علیه حضرت استدلال میکنند و احتجاج میکنند، میخوان آقا رو محکومش بکنن. حضرت فرمودن که یه همچین وضعی پیش میاد. حالا این رو من برای چی گفتم؟ برای این عرض کردم که باز تأکید بکنیم بر این که
وقتی صحبت از جهل می شود، جهل فقط بیخبری نیست، گاهی خبرهای غلطی رو به انسان میدهن. شما میدهن تو فضای مجازی مثلا یک کسی بهش بگم آقا شما از هیچ جا خبر نداری، بهش بر میخوره، میگه اتفاقا کانالایی که من باش ارتباط دارم از شما خیلی بیشتره، تو اگه 10 تا کانال ارتباطی داری من 100 تا دارم. بعد من بهش میگم عزیز من اتفاقا من میخوام همینو بگم، تو با کانال‌هایی مرتبطی که کانال‌های قابل اعتمادی نیست، خوراکی به تو میدهن، اطلاعاتی به تو میدهن، خبرهایی حتی به تو میدهن که یه سمت و سوی خاصی داره، تهش یه نتیجه گیری از توش در میاد که اون نتیجه گیری غلطه و این نتیجهش این میشه که تو در عین این که برخوردار از یک مجموعه از اخبار هستی، نهایتاً در بیخبری قرار میگیری. دقیقاً. یعنی در واقع اونی که باید بدانی و بفهمی اون رو نمیفهمی، یه چیزای دسته‌بندی شده، چیزایی که میخوان به تو میگن و از این مجموعه نتیجه خودشون رو میگیرن. ببینید امام صادق فرمود که بحث این نیست که تو فکر کنی مثلا در زمان حضرت مهدی مثلا یه مش آدمای بی سواد فقط هستن که امام زمان گرفتار اوناست. نه، بله زمان رسول خدا بی سوادی بیداد میکرد، ولی زمان امام زمان حضرت فرمودن که ادعاشون میشه دانشمندن، آیات قرآن رو ممکنه حتی بخوانن، مسلمان باشن، ولی مقابل حضرت میایستن، با اینکه حضرت حجت خداست، وعده رسول خداست، در واقع وعده آیات قرآن است، اما میان با آیات قرآن مقابل حضرت میایستن. خب چرا این اتفاق میفته های قوامی؟ به خاطر این که کسی که آیات قرآن رو بخواهد از غیر مسیر خودش بفهمه، نتیجهش این میشه که با آیات خدا به جنگ امام زمان میره. راه فهمیدن کتاب خدا اهل بیت هستند. لذا پیغمبر اکرم فرمود انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. حتی اگر کسی مسلمان باشد ولی برای فهمیدن قرآن به سراغ اهل بیت علیهم السلام نرود، او در جهلی گرفتار خواهد شد که با همان جهل به جهنم ساقط خواهد شد. این اون جهل در واقع مرکبی است که گرفتارش خواهد شد. این لن یفترقا خیلی بله. محل تأمله. بله. یعنی شما اگه میخواید برید این دو رو با هم، اینا دوتا با هم جدا شدن نیستن، با همن. اگه مثلا شما تنها قرآن رو بگیری و مسیرش به تعبیر شما نری، خب لنگ میزنی. دقیقاً همینه. این در واقع خودتو میگی. یکی از مصادیق جهل همین جاست. حالا یه وقت میگیم مثلا در فهم آیات قرآن مثلا فرض کنید در اون بخشی گرفتار جهل میشود که در مقابل حجت خدا می ایستد که الان مثالش رو عرض کردم. یه وقت تو اون بخشایی که من تو برنامه قبل عرض کردم گفتم عرض شود که آیات قرآن رو وقتی درست نفهمه حتی فکر میکنه که با آیات قرآن داره زندگی میکنه ولی که در واقع بیگانه با آیات قرآنه. حالا ما بخوایم باز نمونه مثال بزنیم، من باز از معرفت امام عرض بکنم، این نکته رو باید عرض بکنم. یک کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت که این آیه که میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، سوره اسراء آیه 71، این معناش چیه؟ روزی که هر جمعیتی رو با امامشون فرا میخوانیم. این یعنی چی؟ حضرت فرمودن که ای فضیل اعرف امامک، امام زمانت رو بشناس. بعد حضرت فرمود اگر امام زمانت رو شناختی دیگر جلو افتادن یا به تأخیر افتادن امر ظهور ما به تو ضرری نخواهد رساند. چون ما همه الان میگیم مثلا آقا مثلا از این نشانه های ظهور چند درصدش اتفاق افتاده؟ امام زمان میتونیم حدس بزنیم مثلا 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه نهایتا ظهور میکنن. یه بشارتی به ما بدید. شما تو مسجد جمکران جلسه گرفتید، بالاخره یه خبر خوشی،
امام صادق فرمود عزیز من، اون چیزی که تو رو نجات میده اینه که امامت رو بشناسی. اگر امامت رو شناختی، دستتو میذاری تو دست امامت، پشت سر او حرکت میکنی. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتة جاهلیه. اگه بخوای از مرگ جاهلی نجات پیدا بکنی، راهش امام شناسیه. یعنی تو دوره غیبت هم امامت رو بشناس، اون وقت در سایه‌سار تعالیم او حرکت کن. به فرمایش جناب عالی تو برنامه قبل فرمودید گاهی ما یه علومی داریم ولی خب منشأ اون علم و دانایی منشأ درستی نیست. بله. من باید علم رو از جایگاه خودش بگیرم. بله. جایگاه علم یکی تعالیم قرآنه، یکی تعالیم اهل بیت. بله. غیر از این باشه به اسم دانایی ما رو به وادی جهل میکشونن. بعد اصلا شناخت به نظرم قرآن و اهل بیت خودش کاتالیزوری میشه برای رسیدن به ظهور. دقیقاً. یعنی حتی اون کسانی هم که دنبال نشانه و مشتاق ظهورن که اگه همین این رو تمرکز بگذاریم هممون به شناخت امام زمان و شبیه شدن خودمون به روش زندگی اونها، به نظرم این کمک میکنه به نزدیک شدن به ظهور. خیلی میتونه. ببخشید اجازه بدید یکی از آیات قرآن کریم آیه 200 به نظرم سوره آل عمران رو دوستان ما آماده کردن، این رو با هم بشنویم بعد برمیگردیم پیوندش با مباحث شما رو توضیحش رو میشنویم. بفرمایید. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مفسر حقیقی این قرآنی که الان آیه 200 سوره آل عمرانش رو شنیدیم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند در عصر ما. خودشون قرآن ناطقن و وقتی تشریف میارن قرآن رو از محجوریت خارج میکنن و مفاهیم و آموزه های قرآن، متن قرآن اون وقت جریان پیدا میکنه تو زندگی های مردم، همون چیزی که خدا خواسته اما هنوز اتفاق نیفتاده و با ظهور ایشان اتفاق میفته. آقا بسم الله. خواهش می‌کنم. بله، آیه شریفه ای که پخش کردن آیه 200 سوره مبارکه آل عمران، یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا. 3 تا سفارش در این آیه شریفه هست. یکی استقامت ورزیدن، اصبروا. ما تو آیات زیادی از قرآن کریم این توصیه رو داریم، توصیه به صبر. چون شما تو مسیر حق که میخوای بری، به هر حال اهل باطل تو رو راحت نمیگذارن، اونها میخوان زیر پای تو رو خالی بکنن. اون چیزی که اینجا به کار میاد استقامت ورزیدنه. به قول قرآن کریم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونها که میگن پروردگار ما الله هست و بر این اعتقاد استقامت می‌ورزند. مهم اینه که ما وقتی که مسیر حق رو پیدا کردیم واقعا پای بفشاریم و استقامت بورزیم، چون میارزه، چون ارزششو داره. آدم تو مسیر حق عرض می شود که استقامت بورزه، معنیش اینه که دلخوش است به اینکه اون نتیجه مطلوب رو بهش خواهد رسید. شما ببین تو این مسیر زیارت اربعین چقدر آدم سختی تو راه میبینه. حالا بعضیا فکر میکنن فقط شیرینی و شربت و عرض شود غذاست، ولی واقعا اون کسی که میره سختی های این مسیر رو هم میبینه، ولی چون مقصد براش یه مقصد روشنی هست، پای همه سختی ها استقامت می‌ورزه تا به اون مقصد شیرین دست پیدا میکنه. لذا آیه شریفه توصیه به صبر داره. صابرو، دیگران رو هم توصیه به صبر بکنید تو این مسیر. یکی از در واقع دستگیری های ما اینه که حواسمون به بغل دستیامون باشه که یه وقت شل نشن تو مسیر، یه وقت به اصطلاح دچار سستی و ضعف نشن. و رابطو، که حالا تو روایات ما آمده رابطو امامکم المنتظر، تو تفسیر جوری آمده با امام منتظر، اون امامی که مورد انتظار است، با او رابطه داشته باشید، ارتباط داشته باشید. که خب حالا ما تو بحث‌های قبلیمون هم داشتیم که این در حالا یکی از معانیش حداقل اینه که
اون ارتباط پیوسته قلبی ما با اماممون قطع نشه. یکیش هم اینه که ربط عملی ما، یعنی رشته و پیوند عملی ما با امام زمانمون قطع نشه. من یه روایتی دیدم آقای قوامی، خیلی روایت قشنگی است. پیغمبر اکرم فرمودن که خوش به حال کسی که قیام کننده اهل بیت مرا درک کند، بعد فرمود و هو مقتد بهی قبل قیامه، در حالی که اقتدا کرده است به امامش قبل از اینکه او قیام کند. یعنی منتظر نماند که آقا کی بشه بیایی و ما بگیم که آقا ما مخلص شما هستیم، هر چی شما بفرمایی، از تو به یک اشاره از ما به سر دوید. نه، همین الان وقتی شما تو دعای عهد میگی که اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و الذابین عنه، خدایا مرا از جمله کسانی قرار بده که یار امام زمان باشم. من از شما میپرسم، یاری امام زمان فقط به اینه که امام زمان ظهور بکنه، بعد علیه ظلم شمشیر قیام رو از نیام بکشه، بعد بگیم که خب آقا ما حالا آماده ایم، کجا چیکار بکنیم؟ نه، همین الان امام زمان احتیاج به نصرت ما داره. همین الان من ناصر او باشم، ببینم دغدغه امام من چیه، همون جایی که دغدغه اوست من حاضر باشم. احسن. این خیلی مهمه. من خیلی ها رو دیدم آقای قوامی میگن آقا ما چیکار بکنیم امام زمان از ما راضی باشه؟ میگم خب دعای عهد که میخوانی؟ میگه بله، خدایا مرا از یاران او قرار بده و اعوانهی، از کسانی که کمککار او هستن، و الذابین عن، از کسانی که از او حمایت میکنن، دفاع میکنن، و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه، از کسانی که سرعت میگیرن به سوی او در برآوردن نیازهای او. گفتم شما جزو اونا هستی؟ واجه ما از خدامونه بدونیم آقای ما احیانا نیازی داره، کاری داره، بگیم آقا جون میشه یه نگاهی به من بکنیم، من بشم کارگر شما، من بشم عامل شما، من یه غمی از دل شما بردارم. گفتم من آدرسشو بهت میدم. جابر جعفی از یاران امام باقره، میگه با عده از اصحاب رفتیم مکه، مناسک رو به جا آوردیم، بعد آمدیم مدینه محضر امام باقر، بریم سلامی عرض بکنیم خدمت آقا، برگردیم بیایم کوفه. مشرف شدیم خدمت امام باقر، لحظاتی خدمتشون بودیم. وقتی میخواستیم بلنشیم بریم، رو کردم به آقا، گفتم که آقا لحظه وداعه، یه توصیه به ما بفرمایید، ما چیکار بکنیم که شما دوست داشته باشید؟ به تعبیر بنده امام باقر چی فرمود؟ فرمود لیعن قویکم ضعیفکم، اون کسی از شما که تواناتر است دست ضعیفتر شما را بگیرد. ولیعطف غنیکم علی فقیرکم، اونی که برخوردارتره دست ضعیفتر رو بگیره. آقای قوامی جانم، اگر امروز محضر امام زمان برسیم بگیم آقا توصیه بکن، غیر از اینه؟ نه اصلا اینکه شما تو برنامه قبل فرمودید که کسی نیاز داشته باشه دست میکنه تو جیب دیگری، یعنی چی؟ نشونه است. یعنی تو همین الان سعی کن اینجوری باشه، یعنی همین الان باید این اتفاق بیفته. چیزی که مثلا توی راهپیمایی 40 ما نمونه‌ها رو می‌بینیم اونو تو زندگیاتون بیارید. آفرین. راهپیمایی 40 نمونه روشن جامعه ظهوره. چرا؟ چون تو راهپیمایی 40 شما منیت به هیچ وجه نمی‌بینی. آره. این همه مواکب، یکی هست بگه آقا شما چرا اینجا موکب زدی، برو اونورتر، شما درشو ببند، ما که داریم مثلا غذا میدیم شما دیگه نمیخواد بدید. اصلا همه در خدمت دیگری هستن. احسن. نه در خدمت خودشون. اصلا خودشون رو نمیبینن. همه فانی در ولی خدا هستن و اگر خدمتی میکنن همه عشقشون اینه که ما داریم خدمت میکنیم به کسی که در مسیر ولی خدا در حرکت میکنه. حالا اگر ماها تو زندگیمون همین جوری باشیم، بگیم خب اینایی که با ما هستن، این برادر من، این خواهر من، این همسایه من، این همکار من، اینا همشون دارن در مسیر عرض شود امام عصر، اینا
اولیاء او هستن، دوستان او هستن. پس خدمتی که به اونا میکنم خدمت به دوستان امام زمانه. اگر دستی رو میگیرم دست امام زمان رو گرفتم، چون حضرت عرض کردم این توصیه امام باقر یعنی توصیه امروز امام زمانه، یعنی انگار همین الان امام زمان تو همین مسجد مقدس میگه عزیز من میخوای بار منو برداری، بار افتاده شیعیان منو بردار، بار منو برداشتی. به نظرم این پیام مهمی نیست. اگر این پیام همگانی و همه جایی بشود، اون اتفاقی میفته که تو کرونا اون به اصطلاح کمک مؤمنانه‌ای که مقام معظم رهبری فرمود چه فضای معطری رو در جامعه ایجاد کرد. برکاتی داره چه جامعه. طرف پاساژ داشت، گفت آقا جون شما کاسبی نکردی اشکال نداره، نمیخواد، من اجاره نمیخوام. این چه عطری بود که منتشر شد، چه به اصطلاح همدلی و صمیمیت. و شاید اصلا اینا آزمونا اطلاعات قبل از ظهور باشه، اگه ما انشالله سربلند ازش بیرون بیاییم، بلکه انشالله. بله قطعاً. به نظر من هم اون یا آزمونی بود، هم این بحث 40 یک در واقع نمونه و الگوی اینا کاتالیزور میشن آقا، سرعت میبخشن. بله. به نظرم این الگوی بسیار خوبی است که ما حالا تو مسجد مقدس جمکران نشستیم بگیم واقعا امام زمان ممنونیم که دل ما رو روشن کردید به یاد خودتون. همین که لحظاتی نشستیم درباره شما گفتگو کردیم، دلمون میخواد واقعا یه جوری باشه که قلب شما همیشه از ما راضی باشه، خوب میشه. همیشه لبخند رضایت شما برای ما و نسبت به اعمال ما باشه و دوست داریم یه جوری باشیم تو خانمون، تو ادارمون، تو محیط کارمون، تو بازارمون، یه جوری باشیم که شما از ما راضی باشید. بالاتر از این فکر نمی کنم هدیه‌ای باشه که امام زمان علیه السلام بخواد به ما عنایت بکنه. آره، حالا که الان نایبشون رهبر عزیزمون یه کاری یه کسی میکنه، شعری میخونه، اثری از خودش بده، آقای تاییدی میکنن، مهر تایید، آدم دلش قنج میره، آدم اصلا بله. کل وجودش رو بهجت میگیره. دارم فکر میکنم که آدم متوجه بشه که امام زمان با همه اون بزرگی در واقع از انسان راضی باشن و لبخند رضایت داشته باشن. مخلص شما هستم. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. مستی نه از پیاله نه از خم شروع شد، از جاده سه‌شنبه شب قم.